Rustamov, Doctor of Philosophy, Educational Leadership, Higher Education, exploring the development process of innovative graduate programs for adult learners at a U.S. Midwestern Public University. Chair of Doctoral Committee, Dr. Luann Bierlein Palmer. Hooded by Dr. Edwin Martini. من سال 2011 ماه می پس از ختم دانشگاه هارتفورد ایالت کنکتیکوت به دوشنبه برگشتم و از دوشنبه راست به زادگاهم و ایسفرا رفتم و اونجا طول یک چند روز ماهی سپتامبر 2011 با پدر مادر بودم و وقتی برای کسب مناسب جستجو کردم و برای جستجو برآمدم و خواستم به دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در ایسفرا در فیلیال ایسفرا یکم کاری مناسب باشد پیدا کنم و با دیرکتور این مکتب این فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان با استاد نعمت الله هم صحبت شدم و اون کس خیلی قبول کردن و همراه همکارم اونجا واردی حجره اون کس شدیم و اون کس درباره معلومات گرفتن صحبت داشتیم و یک لحظه عجیبش این بود که وقتی اون کس دیپلمم رو دیدن گفتن دیپلم از هارتفورد من گفتم بله از دانشگاه هارتفورد ایالت کنکتیکوت و اون کس گفتن ما میتوانیم دانشگاه هاروارد باشد هم ما نپذیریم و شوخی آمیزانه این رو گفتم و خیلی کمی هم در حیرت ماندم و گفتم خیلی سپاسگزاری کردم با اون کس برای قبول و شعبه معارف هم که آنجا در طول 5 سال ما همچون معلم زبان انگلیسی در چند مکتب ناحیه ایسفرا کار کردم با شعبه معارف هم رفتم اونجا هم قبول کردم و آن روزی که من با استاد نعمت الله دیرکتور فیلیال دانشگاه تکنولوژی ایسفرا دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در ایسفرا هم صحبت شدم و اون قبل از بخوری با اون کس یا پس از اون به من از دوشنبه زنگ زدن گفتم بیا اینجا کار میکنی در تشکیلات بین‌المللی آیرکس که با من خیلی نزدیک شناس بودن و من تصمیم گرفتم که باید به دوشنبه برگردم و پس از 1-2 هفته که با پدر و مادر بودم به دوشنبه رفتم و اونجا به حیث هماهنگسازی برنامه‌های تعلیمش طول 5 سال کار کردم و با دانشجویان با پژوهشگران از آمریکا و از تاجیکستان نیز کار میکردم برنامه‌های مبادله دپارتمنت دولتی آمریکا رو عملی می‌گردانیم که هم برای امکان فراهم می‌آورد برای دانشجویان و پژوهشگران برای تحصیل در آمریکا و اینکه برای پژوهشگران آمریکایی برای سفر آنها به تاجیکستان و اینچنین همه خیلی مبادله بود اون برنامه رو هماهنگسازی میکردم و تا سال 2015 من در آیرکس کار کردم و بسیار چیزها رو آموختم با دانشجویان با دانشگاه ها برنامه های داشتیم برنامه های گوناگونی مبادله و من هم با پژوهشگران آمریکایی نیز کار کردم آنها تاریخ و مدنیت و فرهنگ و منطقه آسیای میانه می‌آموختم آنها رو دیدم من هم حالاتی تحصیل در دکترانتور رو کردم و سالهای 2013 14
حجت‌های خود را با چند دانشگاه‌های آمریکا و بریتانیا فرستادم و تقریبا اولی سال 2015 با من چند مکتوب از چند دانشگاه‌های آمریکایی و بریتانیایی با مثل دانشگاه یونیورسیتی کالج لندن، یونیورسیتی آف پنسیلوانیا، این دانشگاه میشیگانی غربی و چند دیگری دانشگاه‌ها حجت‌هام رو قبول کردن و من مکتوب فرستادم و بین آنها دانشگاه‌ها بودن دانشگاه‌هایی که قسماً مبلغ تحصیل رو پرداخت می‌کردن و دانشگاهی میشیگانی غربی یگانه دانشگاهی بود که 100% مبلغ دانشگاه رو پرداخت می‌کرد و اینجوری من رو به کار تامین می‌کرد و با اون شرط و شرایط آنهایی که با من فرستادم و آنها رو قبول کردم و دانشگاه میشیگانی غربی و ایالت میشیگان آمدیم همراه آیدم و از آن روز کار سر شد. کار تحصیلم در دکترانتور سر شد و این 12 سالی پس از ختم ماجستراتور رو بود، یعنی 5 سال در قریب 5 سال در ایرس کار کردم و بعد با دکترانتور آمدم که 6 9 سال قریب 7 سال طول کشید. از این سال 2 سال قریب 2 سالی هست که قریب در همین کووید بود، کمی مشکلی که بود که بچه‌ها فرزندان مکتب نمی‌رفتن و توسط اینترنت تحصیل می‌کردن، همه در یک جا بودیم، دانشگاه بسته بود و کمی تحصیلی من پژوهشی من در دانشگاه کمی طول کشید. از این سبب 7 سال بود، قریب که 7 سال و ماه می همین سال جاری رساله دکترام رو با موضوع و مندرجه رساله در اولی تحصیل در دکترانتور موضوعی من معین کرده شدگی نبود، چون در آمریکا موضوعهای رساله دکتری در سال یکم دوم معین می شوند و چند درس ها باید گرفت، چند درس ها باید تمام کرد و طوری یکم دوم سال آن موضوع رو معین کرده بعد با کاری پژوهش یعنی مشغول شدن ممکن است. برای همین کاری که در دانشگاه ما میکردم در بخشی با کاری که در آن با مشغول بودم بیرون از تحصیل در دانشگاه، این در بخشی برنامه‌های فاصله‌ای دانشگاه و کار با فیلیال‌های دانشگاه در دیگر شهرهای ایالت میشیگان و بیرون از آن بود و چون من موضوعی نوآوری در ساحه مکاتب عالی را انتخاب کردم، یعنی موضوعی است که حالا در آمریکا مشکلی تحصیل و ختم مکاتب عالی در اول می‌رسد و ارزش تحصیل گران بودن تحصیل هم پیشی راهی ختم دانشگاه رو میگیرد و هزارها نفرانی هستند که میلیون ها نفرانی هستند، باید بگویم که میلیون ها هستند، از آمار دولتی هست قریب از 70 میلیون نفرانی هستند که با مکاتب عالی داخل شدن و آنها ختم نکردن، چون از سبب گران بودنش و از سبب بکار مشغول شدن آنها، یعنی کلان سالان هم هستند، نفرانی هستند که هم مکتب میانه رو تحصیلات عمومی رو ختم کرده بکار مشغول شدن و پس از تحصیلات 4 ساله مکاتب عالی آنهایی که با ماجستراتور رو داخل میشوند، آنها این من از نظر طرفی تهیه و تکمیل برنامه‌های ماجستری 2 برنامه را انتخاب کردم و روند آن پروسسی تهیه کردن این برنامه را آموختم و
برای جوابگو بودن این برنامه‌ها به طلبات و نیاز دانشجویان کلانسال، یعنی آنهایی که به کار مشغول هستند، آنها به این نمود برنامه‌های فاصلوی، برنامه‌هایی که از فناوری‌های معاصر استفاده می‌برند و تعلیم و تربیت، یعنی پرورش این دانشجویان، یعنی آماده کردن این متخصصان رو آسان‌تر می‌کند و برای آن نفرانی که علاقه کار می‌کنند برنامه‌های تهیه و تکمیل برنامه‌های میباشد که امکان فراهم آورد برای همه دانشجویان که آنها کمتر برای درس‌هایی که با موضوع آنها شناس هستند وقت خود رو صرف کرده، بیشتر به وقت خود رو به برنامه درس‌های صرف کنند که با آنها چیزی نوی را می آموزند. یعنی اگر به نظام تحصیلات عالی در امریکا نگریم، این نظام یعنی کردیتی است. وقتی که درباره نظام کردیتی گپ می رود، بیشتر مردمی از روی تجربه معلوم است که آنها فکر میکنند گران بودن آن و مشکلی فهمیش آن باید اینا کمی کشاد و روشن کرد که برای ماجستراتور شخص باید بیش از 10 درس را انتخاب کند. یعنی 10 درس، این اگر هر یک آن 3 کردیتی باشد، 30 کردیت را باید دانشجو گذارد و 10 درس را باید ختم کند. برای وی دانشجویان پورا به درس باید وقت خود را مصرف کنند و برای آنهایی که کار میکنند این مشکل می شود. برای همین من چند چیزی را به نظر گرفته موضوع را انتخاب کردم که در موضوع رساله دکتری من بیشتر دو برنامه ماجستری را انتخاب کردم و آن را خوب آموختم که 40 دانشگاه این برنامه ها را جوابگوی طلبات حاضره میکنه. یعنی برای دانشجویان گوناگون تجربه گوناگون داشته چه شرایط ها رو فراهم می‌آورد. یعنی آنهایی که تجربه دارن میتوانستن درس کمتر گیرن و درس هایی که با آن علاقه از روی تجربه قبلیشون شناس هستن آنها رو میتوانن از بین برده ارزش تحصیل رو کمتر کنن. یعنی کردیت لازمی رو برای همون برنامه کمتر کنن و خودشون هم همون تجربهشون رو در یک پوره تجربه قبلی و حاضرهشون رو پیشنهاد کنن که دانشگاه آن رو پذیرفته به جای دیگر درس هایی که با آن دانشجو شناس است آن رو پذیرفته مهلت تحصیل در این یا آن برنامه رو کمتر کنند. یعنی اگر با یک برنامه ماجستراتوری در امریکا میگریم و برنامه میتونه برنامه عنعنوی باشه، یعنی دانشجو حتما باید به دانشگاه آمده در تالاری در درس صنفخانه ها با پروفسور با استادش در لکچر ها اشتراک کنند. با یک گروه دیگری دانشجویان همان برنامه توسط اینترنت پیشکش می شود. با یک گروه دانشجویان میتواند قسما پیشنهاد شود چون که آنها علاقه در این یا اون ساحه همون نزدیک به همون برنامه انتخاب کرده هاشون نزدیک است علاقه کار میکنن و آنها میخوان از یک زینه به زینه بالاتر روند و تیزتر تحصیلات خود را با درس های نوآور گذراننده تحصیل خود را تمام کنند و ختم کنند. ختم کردن دانشجویان یک پرابلم بزرگ شده است و این یک حل مسئله است که خود برنامه های ماجستری و برنامه های دکتری هم میتواند طلبات کردیتی خود را کمتر کنند و ارزش تحصیل را هم کمتر کنند و در یک وقت شماره ختم کنندگان هم بیشتر شود و آن نفرانی که داخل شدند و پوره ختم نکردند کم می شود و
با این راه می شود چند انتخابی را برای دانشجو فراهم آورد. البته از یک سو به دانشگاه، به دانشجویان و به کارفرمایان آنها نیز این یک کمک. در حال حاضر در دانشگاه‌های آمریکا یکی از مشکلاتی که بین دانشگاه‌ها وجود دارد این مشکلاتی خلق کردن دانشجویان، یعنی از روی آمار دولتی بیش از 70 میلیون نفر به دانشگاه داخل شدن و آن را ختم نکردند. از این سبب‌های گوناگونی گران بودن دانشگاه و یا به کار مشغول بودن آنها و این مشکلی، یعنی مشکلی همین روزه دانشگاه‌ها به این مشکلی راه‌های حل مشکل جستجو دارند و البته گران آمریکا یکی از کشورهای میباشد که تحصیل در آن خیلی در آن گرانترین در جهان به شما میرود و برای همین از روی موضوعی که من انتخاب کردم این برای بهتر کردن برنامه‌ها، یعنی رشته‌های گوناگون در دانشگاه برای گروه‌های گوناگون دانشجویان جوانی که مکتب را نو تحصیل کردن، خلق کردن و با مکاتب عالی داخل شدن. این یعنی گروه عنعنوی، یعنی دانشجویان جوان 17 ساله مکتب را خلق کردن و با دانشگاه داخل شدن. و گروه دوم این نفرانی هستند که جوان هستند کار میکنن و گروه سوم نفرانی هستند که 10 ساله علاقه تجربه کاری دارن و میخوان به ماجستراتور و دکتراتور داخل شوند و کاری علمی مشغول شوند و با این چند گروه ها مطابق کردن برنامه ها اکادمیکی، یعنی این موضوعی که من آموختم این دو برنامه ماجستری را من انتخاب کردم و راه‌های تهیه این برنامه ها و پیشکش آنها و معلومات دادن درباره این برنامه برای دانشجویان گوناگون و در یک وقت از نو بروز کردن این برنامه ها برای جوابگو کردن آنها به نیازی کارفرمایان، یعنی صنعت و استحصال. تجربه گوناگون دانشگاه‌های آمریکایی را جمع‌آوری کردند که اساس رساله علمی هم شد و در یک وقت راهبر علمی هم در اساس معلومات جمع‌آوری شده که با بخش‌های گوناگون دانشگاه کار کرد و علاوه بر این من دو برنامه ماجستری را که چطور ساخته شدن و پیشکش شدن آنها را نیز آموختم و بروز کردن آنها را نیز از نزدیک آموختم. من به ماموران دانشگاه، آموزگاران و کارمندان یاری رسان نیز در تهیه این برنامه برای دیپلمی سهم گذاشتن آنها را نیز آموختم. مصاحبه ها گذراندم و چطور این دو برنامه را انتخاب کردن و این برنامه ها در دوام یکیش را در دوام 1.5 سال و دومیش را در دوام چند سال اخیر چطور یک برنامه از یک برنامه خودک به برنامه کلانی تبدیل یافت و بسیار دانشجویان را سالانه قبول میکنند و بسیار دانشجویان آن را ختم میکنند و از همین سبب این دو برنامه را نزدیک شنا شدم و آموختم و خواستم که ببینم چی طور اینا دو برنامه های شدن که خیلی موفق بودن و چطور میشود آنها را نیز یک چند سال بعد نیز باز هم پرقوت کرد و چطور از این تجربه آنها دیگر برنامه های دانشگاه نیز میتونم آموزم که جوابگوی زمانه، جوابگوی خود دانشجویان، جوابگوی خود دانشگاه باشند. از همین سبب خیلی کار کردیم، مصاحبه خوب گذراندم و در نتیجه همین خیلی شد که خود دانشگاه یکی از سیاستی خود را نیز تغییر داد و اکنون راه‌های نوی باز شدن که با خود دانشجویان انتخابی کدام درس‌ها را گرفتن و نگرفتن آن را پیشنهاد می‌کنند و اینچنین
با فاکولته به استادان دانشگاه پیشنهاد کرده می شود که می توانند آنها علاوه بر درس های مقرری که آنها دارند و در صنفخانه ها در تالارها می گذارند، آنها می توانند توسط اینترنت گذارند یا تماما نگذارند و یک چند نفرانی دانشجویی که تجربه کاری دارند آنها می توانند آن درس ها را نگیرند و البته این مضمون آن را ندارد که آنها این برنامه را این یا درس را کم میکنند. این درس ها برعکس چند انتخابی را پیشنهاد میکند برای دانشجو. اگر دانشجو جوابگوی این یا آن طلباتش باشد، فصل دانشجویی که میخواهد پورا درس را انتخاب کند میتواند پورا درس را انتخاب کند. دانشجویان که تجربه دارند تجربه خودشان را حجت ها را پیشنهاد میکنند و استاد آنها را از این طلبات آزاد میکنند و دانشجویی که میخواهد هم خودش کار کند و در یک وقت به درس باید نآید میتواند از این امکانیت هم استفاده برد. یعنی امکانیت دادن به همه، به خرد و کلام، به سین و سال آن نگاه نکرده، به تجربه کاری آنها نگاه نکرده، به آنها انتخابی را پیشنهاد میکنیم که آنها توانند از روی نیاز طلبات خودشان انتخاب خود را کرده تستر از مرحله یکم و مرحله دوم گذشته تستر دانشگاه را ختم کنند. همین است مقصدی و از این همین روی دانشگاه البته پیش از ختم دانشگاه، پیش از ختم حمایه کاران البته از این موضوع شنا شد و رهبر علمی هم نیست این را به سطح بالایی برد و هر رو همکاری کردیم و من پیشنهاد کردم که یعنی این کارها را اجرا کرده و کدام ادبیاتی مناسب را پیدا کردم و اطراف آن خواندم، فکر کردم و فکر خودم را نیز علاوه کردم، نوشتم و در انتخاب و چارچوبه خودی همون کار علمی هم سوال‌ها را آماده کردم که چقدر میتوانیم کاری امروزه فاکولته یعنی استادان دانشگاه را بهتر کنیم و از روی چطور بهتر کردن خودی برنامه معلوم گردید که چند سیاست دانشگاه را میشود بروز کرد و این کار عملی شد و من بعد هم از تیر ماه سال 2022 دانشگاه و یک چند فاکولته و دیپارتمنت هایی که کالج هایی که در داخل این دانشگاه هستند میخوان از این سیاست بروز شده نیز استفاده برند و برنامه هاشون را مطابقی طلبات امروزه کارفرما دانشجویان خود دانشگاه تهیه. سه نظریه که در رساله من یادآور شدم و آنها را همچون چارچوبه همچون روزنه استفاده بردم. این نظریه گودسون، نظریه کریستنسن و نظریه شارمر می باشد و این نظریه ها رو من وقتی که با ادبیات معاصر با تحلیل و مطالعه ادبیات معاصر مشغول شدم پیش از آن که با کار علمی هم شروع کنم و با این سه نظریه از نزدیک شنا شدم و آنها را همچون روزنه استفاده بردم. یعنی وقتی که با کار علمی شخص مشغول می شود باید چند نظریه را انتخاب کنید یا نظریه خود را پیشکش کنم و برای همین چون کاری من اصلاحات مکاتب عالی، اصلاحات خود یک دانشگاهی که برای کار علمی هم انتخاب کردم و آن اصلاحات تغییرات شناس کردن تغییرات در داخل یکی از دانشگاه ها بود و من این سه نظریه رو مناسب دانستم که از آنها استفاده برم. یعنی یکم نظریه اصلاحات خود تغییرات شناس کردن تغییرات از طرف گودسون، یعنی برای اینها رو همچون روزنه استفاده بردم. یعنی نظریه گودسون میگوید که برای تغییر دادن
اصلاحات برای شناس کردن تغییرات و یا اصلاحات در ساحه معارف باید شخص آن اصلاحات رو داخلی باید قبول کند و سعی و کوشش کند که همان چیز فهمو است و به خودی آدم این درک آن مشکلی مثلا ای بهتر گردانیدن تغییر دادن خود ساحه معارف رو باید شخص درک کند. وقتی که باید شخص درک میکند و اون چی که متخصصان خود رو جمع آورد و آنها مشکلاتی در پیش بوده رو خوب درک میکنند و میگویند که این یعنی مشکلاتی که پیش ما هست اینو خوب درک کرده، میگویند که این نه فقط مشکلات خودی ساحه معارف شخصا به خود قبول میکنند و به آنها نیز کمکی پیشکش کرده میشود که آن اصلاحات را جاری کنند. بعدا این اصلاحات میشود عملی گردد. یعنی هودسون در کار خود با نظریه خود گفته است که برای اصلاحات اصلی در ساحه معارف باید همه طرفه آموزگاران، ماموران شعبه ها، خودی وزارت، همه طرفه باید همان نفرانی که در اطراف اصلاحات این تغییرات در ساحه معارف و تغییرات آوردنی هستن، اصلاحات کردنی هستن، باید همه طرفه درک کنن که این یا آن مشکلاتی وجود داره و این رو باید حل کرد و باید جوابگوی زمانه شد. یعنی برای تغییر دادن، اصلاح کردن خودی روندی معارف یعنی رشته معارف باید همه طرفه مردم باید درونی داخلی درک کنن آن مشکلاتی که هست و با همدیگر رو تامین کنن با معلومات و کمک و دیگر که و اصلاحات در حقیقت جاری شود و تغییرات در ساحه معارف در عملی گردد. در نظریه دوم، این نظریه Disruptive Innovation Theory by Christensen، این نظریه خودی Innovation نوآوری Disruption این یعنی ویرانکاری یا مخرب یعنی خراب، یعنی نظریه قالب شکن کریستنسن. یعنی این چی است؟ نظریه نوآوری قالب شکن، یعنی برای نوآوری قالب شکن را آوردن. یعنی نوآوری میشود نوآوری باشد اما نه همه نوآوری قالب شکن است. یعنی فرض کردیم تلفن موبیلی این نوآوری قالب شکن است. تلفن موبیلی جای در برخی از روش ها جای کامپیوتر را گرفت، جای رایانه را تلفن موبیلی گرفت. برای مکاتبه تلفن موبیلی نوآوری قالب شکن شد. یعنی توسط تلفن موبیلی ما میتوانیم امروز مناسبت کنیم، مکاتبه نویسیم، با هم دیگر در علاقه باشیم. یعنی قالبی خودی مکاتبه را پیشتر مکاتبه را امروز تلفن موبیلی همه طرفه چند ساحه قالبی بوده را شکسته امروز نوآوری قالب شکن شده است. برای نوآوری قالب شکن را شناس کردن چی باید کرد؟ بعد این در این باره خودی همین کریستنسن هم میگوید که باید برای شناس کردن نوآوری این کار رو باید کنی. برای قالب شکن شدن نوآوری باید این راه رو کنی. برای همین از یک سو ما میتونیم
یگان در رشته مکاتب عالی که موضوع رساله هم هست میباشد، من این نظریه را گرفتم که دیدم که یعنی با استفاده کامپیوتر و یا اینترنت شاید من کمی نوآوری وارد کنم به روند تعلیم و تربیه، روند تعلیم و پرورش. وقتی که با راهی از بین بردن صنف و توسط اینترنت درس گفتن، این میشود قالب شکن، نوآوری قالب شکن. وقتی که من تنها اینترنت را همچون ابزار یعنی اسباب تعلیم و تربیه استفاده میبرم، این نوآوری شده میتونه. وقتی که قالب صنفم را تالار لکسیونی یعنی لکسی که میخونم پورا از تالار بیرون شوم و به جای 10 نفر و 1000 نفر توسط اینترنت من وقتی که درس میخونم، این علاقه قالب شکن است. یعنی disruptive innovation theory در این باره میدونم. وقتی که قالبی که علاقه وجود دارد آن را میشکند، نوآوری. یعنی این از روی نظری همین کریستنسن همین رو در نظر دارد که نوآوری باز میتونه قالب شکن باشد و قالب شکن باید باشد. اگر که قالب شکن نشود، این فقط نوآوری است. ما درسی عنعنوی داریم با استفاده فناوری‌های معاصر. وقتی که فناوری‌های معاصر پورا قالبی در آنجا بوده را شکسته، درس را نه فقط استاد باز استفاده اینه میگویم که فلیپت کلاسروم، وقتی که استاد دانشگاه نه فقط یک طرف درس میگوید، باز دانشجویان هم خودشان اشتراک کرده اطراف موضوع صحبت میکنن و قالبی خود استاد را شکسته با استاد هم در یک وقت میموزه. این فلیپ این هم میتواند یک نوآوری قالب شکن باشه. سیوم نظریه که من استفاده بردم این نظریه شارمر، این نظریه یو، حرف یو یعنی برای اصلاحات هم استفاده برده می شود. شارمر میگوید که داده ها زیاد هستند، معلوماتی که اطلاعاتی که ما امروز داریم کافی است برای اصلاح کردن این یا آن رشته یا روان. این چی را در نظر دارد؟ برای اصلاح کردن این یا آن مشکلی یا این یا آن روان می توانیم همه داده ها وجود دارد. بنا به شرم همه داده ها وجود دارد. برای اصلاحات همچون حرف یوی انگلیسی اول ما معاین میکنیم، مشکلات را معاین میکنیم، در بالا پایان میفرماییم، میگیم همین مشکلات وجود داره، پایان میفرماییم، کمتر خود را آخر میکشیم و فکر میکنیم که چی باید کرد. وقتی که رول حل مسئله ما فکر کمی خود را آخر کشیده میبینیم که این برای حل این مشکلی در این ساحه خودمون رو میکشیم آخرتر، چی داده ها علاقه هست ما آن را جمع آوری میاریم، رول حلی همون مشکلات رو حل میکنیم و عمل میکنیم. یعنی همچون حرف یو باید حرکت کرد برای اصلاح کردن همون این یا آن مشکلی که هست. معاین میکنیم، کمتر اطرافی همون مشکلی فکر میکنیم، بعد راه عملش رو میبینیم. برای این باید حل مشکلی، معاین کردن مشکلی، یکان روندی اصلاح، اطراف آن عمل کردن و استفاده داده های موجود بوده و جمع کردن داده ها، همه چیز هست، اطلاعات و عمل آن
با همین سه نظریه که من استفاده بردم اون همه با صحبت با استادان دانشگاه با ماموریت دانشگاه با اون نفرانی که ایجاد و تهیه و پیشنهاد برنامه ها کار میکنن و این برنامه های امریکایی با از طرف بسیار دانشگاه های جهان استفاده می شوند و امریکا همچون یک پیشرفته ترین کشوری با پیشرفته ترین دانشگاه ها میتواند نمونه شود، اما نمونه ای که باشد باید همه وقت باید سعی و کوشش کرد که جوابای زمانه شد. یعنی این با راهی حل مشکلی های موجود بوده ما معین میکنیم و همیشه سعی و کوشش میکنیم که مشکلی معین شد راهی حلش هست باید عمل کرد و این با این راه میشود اصلاحات رو یعنی دیگه مشکلات رو معین میکنیم همدیگر رو دستگیری میکنیم راهی حلش رو میاریم اطلاعات داده ها رو جمع آوری میکنیم و عمل میکنیم. نظام امریکا این نظامی است که همیشه در تکاپو همیشه حرکت برای بهتر کردن. البته مشکلی ها هست اونها تغییر میدن وقتی که یک کاری علمی که شد اونها میبینن که این قابل قبول است بیاید اینا رو عملی میکنیم. البته نه همه چیز قبول کردن ممکن است. نظام معارف امریکا همیشه است که از روی نظام کردیتی میگن در تاجیکستان هم اینا جاری کردن نظام کردیتی اما باید سعی کوشش کرد که از فناوری های معاصر استفاده برد سیاست دانشگاه رو کرد اصلاح کرد. تفاوت بین نظام معارف امریکا و نظام معارف تاجیکستان این است که نظام معارفی امریکا مرکزانیده شده نیست. هر یک دانشگاه راهی اصولی خودی سیاست خودش را دارد. البته دانشگاه‌های دولتی هستند و خصوصی هستند و تجارتی هستند. اکریدیتاسیون هست، اکریدیتاسیون جوابگوی اکریدیتاسیون باید شود. در تاجیکستان این همه این کار از طرف خودی وزارت معارف می شود و این کمی هم مشکلی هم می آورد چون که آزادی اکادمیکی خودی اونجا برای کار و فعالیتی در امریکا دانشگاه ها یعنی مکاتب عالی آزاد هستند و آنها البته در وقت کار و فعالیت پژوهش البته استانداردها وجود دارد، استانداردهای جهانی و برای درست به کار بردن کارهای پژوهشی یعنی استفاده از انسان و حیوان و تجربه های علمی و اکسپریمنت هایی که گذرانده می شود اینا همش استانداردها وجود دارند اما خودی آزادی اکادمیکی وجود دارد که استاد دانشگاه میتونه درباره چی خواست در چهارچوبه قانون درس میگه. اصلاحاتی که من میخوام ببینم این که پیوستن خودی همین سیستم معارف آماده کردن متخصصان جلب سرمایه گذاران خارجی سعی کوشش کردن برای بهتر کردن محیط کار محیط بردن کارهای علمی